عزیزان در ماه اکتبر هستیم، ماه مهر ما میشه که این ماه مربوط به آگاهی سازی در مورد سرطان پستان هست. باید خدمتتون عرض کنم چون ما جمعیتمون جوان هست، درصد سرطان پستان در سن جوانی تو کشورمون کم نیست. اگر در کشورهای غربی زیر 5% و حدود 3-4% در کشور ما تا 20 تا 25% بیمارانمون زیر 40 سال هستن. پس بر اساس یه باور قدیمی که تو دوران حاملگی آدم دچار سرطان نمیشه، این یک باور غلطه. باور نکنید اگر توی دوره حاملگی چیزی به دستتون توی مایع سینه‌تون خورد، حتما به پزشک مراجعه کنید. اگر پزشک گفت نمونه برداری بشین، حتما این کار رو انجام بدید. عزیزانی که میخوان درمانهای IVF و ناباروری انجام بدن، حتما قبلش یه دونه سونوگرافی سینه انجام بدن. اگر خودتونم 35 سال رو رد کردین و فکر بارداری هستید، حتما یه سونوگرافی انجام بدید. خیالتون راحت شه توده‌ای توی سینه‌تون نیست. و اگر در دوره بارداری توده‌ای پیدا کردین و نیاز به جراحی داشتین، مطمئن باشین جان مادر در اولویت برای ما نسبت به جان فرزند. و پس باید بهترین کار رو در دوره شیردهی برای مادر انجام بدیم. و اگر مادر باردار نیاز به شیمی درمانی داشت، بدونه که در دوره بارداری از 3 ماه اول که رد کرد، شیمی درمانی براش خطر نداره، برای جنینش هم خطر نداره.